بزرگترین فجایع تاریخی به دست دیکتاتورها و یا آدمهای شرور اتفاق نیفتاده، بلکه به دست انسانهای عادی و حتی وظیفه‌شناس اتفاق افتاده. برتراند راسل توی مقاله کوتاه و تند قانون و بشریت در مورد آدمهای شرور و یا دیکتاتورها به ما هشدار نمیده. اون در مورد آدمهای خیلی معمولی که اتفاقا خیلی هم وظیفه شناس هستن با ما صحبت میکنه. و سوال اصلیش اینه: یک آدم معمولی، یک آدم محترم، یک کسی که تمام کارهاش رو در راستای قانون انجام میده، از کجا به بعد خودش بخشی از فاجعه میشه؟ سلام، من آذین هستم. به کانال زینبوک خوش اومدید. سلامی مجدد. امروز میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از مقاله های کتاب کشتار عام که آقای مصطفی رحیمی اون رو ترجمه کردن و انتشارات آگاه اون رو نشر دادن. در مورد این کتاب توی 2 ویدئوی قبل به اسم همین کشتار عام یک خورده صحبت کردم که کتاب قدیمیه و از چی تشکیل شده و اینا. میتونید اون ویدئو رو ببینید. و بعد هم من اینجا باید مثل همیشه بهتون بگم که تبلتم پیشمه، ممکنه هر از گاهی نگاهی بندازم که یادداشت برداری هام رو چیزی از قلم نندازم برای اینکه به شما انتقال بدم. و همین اول ویدیو هم میخوام بهتون بگم که میخوام تو کل ویدیو در مورد چی صحبت کنم که اگر دوست ندارید همینجا این ویدیو رو رها کنید و برید به کار و زندگیتون برسید. اول از همه میریم در مورد کلیت مقاله صحبت میکنیم و یک خورده در مورد اینکه اصلا آقای برتراند راسل کی هست و فعالیتاش چی بوده. بعد میریم اون جان و هسته مقاله رو بررسی میکنیم و بعد میریم زیر لایه‌های مقاله رو بررسی میکنیم، مثل رسانه، تحریف و یا نافرمانی‌های مدنی. و بعد در آخر سر هم یک جمع‌بندی انجام میدیم که این ویدیو زیاد طولانی نشه. بریم ببینیم که آقای راسل توی این مقاله قانون و بشریت چه چیزی میخواد به ما بگه. مقاله قانون و بشریت نوشته برتراند راسل اوایل دهه 60 میلادی توی مجله اکسپرس پاریس منتشر شد. این رو باید در نظر بگیریم که اون موقع اوایل دهه 60 میلادی چه اتفاقی داشت توی دنیا میافتاد. اون موقع جنگ سرد بود و اینکه بحث جنگ‌های هسته‌ای بود. و آقای برتراند راسل هم تمام مدت توی دهه 50 و دهه 60 درگیر این مباحث بود. کلا در مورد قضایای جنگی خیلی فعال بود، مثلا مبارزاتش با همین جریانات جنگ هسته‌ای که راه افتاده بود در اون موقع در اوایل دهه 60 و یا حتی جنگ ویتنام که اگر اون 2 ویدئوی قبلی رو یادتون باشه کشتار عام، گفتیم که اون مقاله رو سارت توی دادگاه راسل عنوان کرده بود که در واقع اون دادگاه غیر رسمی رو همین آقای برتراند راسل در واقع تشکیلش داده بود برای موضوع جنگ. و در آخر هم این رو باید حتما بگیم که دستگیر شد آقای راسل به خاطر حالا این نوشته ها و چیزهایی که داشت. میتونیم بگیم که برتراند راسل تقریبا کل اواخر عمرش رو درگیر موضوع جنگ بود و اعتقادش این بود و به این عقیده داشت که جنگ های مدرن برابر با نابودی بشر هستند. حالا توی این مقاله برتراند راسل میره سراغ 3 موضوع، در واقع 3 موضوعی که به هم ربط دارن. میتونیم بگیم این مقاله 3 لایه داره. لایه اولش میاد در مورد همون خطرات جنگ مدرن صحبت میکنه که در اون زمان جنگ هسته‌ای منظورش هست. و بعد میره سراغ این که اصلا چگونه رسانه ها باعث تحریف افکار عمومی میشن. و بعد در آخر میره و در مورد ضرورت سرپیچی مدنی صحبت میکنه که چه شکلی ما میتونیم با سرپیچی مدنی قوانین و سیاست رو عوض کنیم و باید این کار رو انجام بدیم. حالا بریم ببینیم که جان و هسته صحبت راسل توی این مقاله قانون و بشریت چیه. راسل توی این مقاله میاد یه تفکیک مهم انجام میده بین انسانیت و قانون. اون حرفش اینه که قانون رو انسان‌ها می‌نویسن، قدرتمندها می‌نویسن، دولت‌ها می‌نویسن، ولی انسانیت از دل رنج میاد، از همدلی میاد، از وجدان میاد. و کجا مشکل ایجاد میشه؟ دقیقاً وقتی که این 2 دیگه همراستا با هم نباشن. ببینید بچه‌ها، ما وقتی که در مورد قانون صحبت میکنیم، یعنی اصولاً وقتی که کلمه قانون رو میشنویم به یه سری چیزای خوب میاد توی ذهنمون دیگه، مثلا امنیت، مثلا نظم و یک سری کلمات اینجوری.
ولی راسل دقیقاً میاد همین نقطه رو میزنه. اون نمیاد بگه که قانون ذاتاً بده. نه. میگه فقط قانون امروزه انقدر محترم شده که دیگه آدم‌ها به جای اینکه بپرسن که آیا این قانون انسانیه یا نه، یک عمل رو میگن آیا این قانونیه یا نه. راسل توی قلب مقاله میگه که هیچ الزامی نداره، هیچ تضمینی وجود نداره که اگر یک چیزی قانونی باشه الزاماً اخلاقی و یا حتی انسانی باشه، حتی توی کشورهای آزاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه که یک سیستم قانونمند باشه، همه چیز روی روال باشه، ولی خروجیش کاملا غیر انسانی باشه. پس یعنی اینکه توی کشورهای آزاد، منظورمون از کشورهای آزاد کشورهایی که حالا تحت استعمار نیستن یا تحت دیکتاتوری نیستن، توی کشورهای آزاد هم میشه هم قانونهای رذیلانه تعیین بشه و یا حتی میشه که سیاست‌هایی گذاشته بشه، سیاست‌های ملی گذاشته بشه که از نظر اخلاقی و انسانی فاجعه بار هستن. و دقیقاً همینجاست که راسل میاد بحث رو عوض میکنه. یعنی اینکه بحث رو از قانون شکنی خوبه یا بد میبره به اینکه اگر یک قانون و یا سیاست ملی خودش ضد حیات انسانی شد، اون وقت تکلیف ما چیه؟ و اینجاست که در واقع میاد اولویت بندی رو عوض میکنه. اول زندگی بشر، بعد پایبندی به قانون. و این همون خط باریکیه که تمایز میذاره بین آدم قانونمند و آدم اخلاقمند. بذارید یه مثال بزنم تا براتون یه خورده ملموس بشه. توی جنگ هیروشیما، اون اتفاقی که افتاد، بمب هسته‌ای انداختن روی سر هیروشیما، یک آقایی بود به اسم کلود ایسرلی که افسر نیروی هوایی آمریکا بود و خلبان هواپیمای بمب افکن هم نبود. کار این آقا چی بود؟ آقای ایسرلی کارش این بود که وضعیت آب و هوا رو چک کنه و باید شرایط جوی رو در واقع مخابره میکرد. و چه اتفاقی افتاد؟ ایشون مخابره کرد، جو خوب بود و اونها بمب رو انداختن. ببینید اینجا شرایط اینطوریه که این آقا هیچ نقش مستقیمی نداشته، ولی توی این زنجیره نقش خیلی کلیدی داشته. حالا چه اتفاقی واسه این آقا افتاد؟ بعد از جنگ خیلی به عنوان یک قهرمان معرفی شد، مشکلات شدید روانی پیدا کرد و بارها توی بیمارستان روانی بستری شد. شروع کرد به خیلی از دزدی‌های کوچیک یا جرم‌های کوچیک انجام دادن که یک سری‌ها حالا اعتقادشون اینه که این تلاش ناخودآگاه خودش بود برای مجرم شناختن خودش. و اینجا بحث اینه که اون فقط کارش رو انجام داد. خیلیا اعتقادشون این بود که اون فقط کارش رو انجام داد. ولی خب چرا انقدر مهم شد؟ به خاطر اینکه در واقع تبدیل شد به یک نماد فلسفی و فرهنگی. و یک سوال خیلی اصلی اینجا پیش اومد. فقط دستور رو اجرا کردن توجیهه؟ نه. و این دقیقاً همون چیزیه که بعدها توی دادگاه نورنبرگ و یا حتی توی کتاب هانا آرنت به اسم آیشمن در اورشلیم هم به این قضیه خیلی پرداخته که آیشمن توی اون جنگ ها، توی اون اردوگاه کار اجباری که آدم میسوزوند، اون فقط داشت دستور رو اجرا میکرد، دستوری که از بالا رسیده بود. ولی سوال اینجاست که آیا من فقط داشتم کارم رو انجام میدادم؟ من فقط داشتم دستوری که بهم داده بودن رو انجام میدادم؟ قانون اینو میگه. آیا این توجیهه؟ و این دقیقاً همون شکافیه که راسل میخواد نشون بده. میگه که شاید تو از نظر قانونی کاملا بیگناه باشی، ولی از نظر اخلاقی شریک فاجعه باشی. و اینجاست که جمله من فقط داشتم وظیفه‌مو انجام میدادم دیگه جمله بی خطری نیست. راسل داره به نوعی در مورد بوروکراتیک شدن شهر صحبت میکنه، چیزی که توی ویدئوی کشتار عام هم بهش پرداختیم. و اینکه جنایت همیشه با چهره هیولا نمیاد. گاهی با فرم اداری میاد، گاهی با زبان رسمی میاد، گاهی به صورت یک گزارش کارشناسی میاد، گاهی با کلمات توجیه کننده میاد و یا حتی با دستور عملها. حالا اینجا راسل میره سراغ یک لایه عمیق‌تر و یه لایه عمیق‌تر رو باز میکنه. میگه اینکه ما اصلا چجوری باید بفهمیم که چی درسته؟ و این سوال مهمیه. میگه که وقتی که ما مستقیم با واقعیت ها در ارتباط نیستیم، چجوری میفهمیم که یک چیز درسته؟ وقتی که همیشه
از خبرها، از تحلیل‌ها، از رسانه‌ها، در واقع از چیزهایی که به خوردمون میدن رسانه‌ها فقط میتونیم اخبار رو بشنویم یا در واقع از واقعیت‌های ساختگی به خورد ما میدن. ما چه شکلی این وسط میتونیم بفهمیم درست چیه؟ و اینجا راسل دیگه مشکلش فقط سیاستمداران نیستن. اون از یه شبکه‌ای حرف میزنه که افکار عمومی رو در دست دارن. مثلا مشاوران فنی، رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، پلیس، ارتش. میگه همه اینها روی افکار عمومی تأثیر میذارن و اینها اخبار رو تحریف میکنن و به ما میدن. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان اون شر رو در واقع یکم ملتفتش کنن. به خاطر اینکه ما نفهمیم که اون عمل که حالا اسمش رو میذارن قانون در واقع انسانی نیست، اخلاقی نیست. و بزرگترین خطر دنیای مدرن این نیست که دیکتاتور یا آدمهای خشن وجود داره. اینه که ساختارها میتونن خشونت رو قانونی، منطقی، عادلانه و حتی بعضی وقتا عقلانی جلوه بدن. یعنی ممکنه یه کاری که داره انجام میشه کاملا خطرناک باشه، کاملا غیر انسانی باشه، ولی طوری اینا تعریفش میکنن که حتی منطقی و ضروری به چشم میاد. و اینجا راسل میگه ممکنه یک زمانی برسه که کسانی که از انسانیت و اخلاق حرف میزنن به چشم آدمهای غیر عادی دیده بشن. و یک طنزی هم داره که میگه من هم احتمالاً همین سرنوشت در انتظارمه و دقیقاً این چیزیه که حتی برای هانا آرنت هم اتفاق افتاد بعد از نوشتن کتاب آیشمن در اورشلیم. و اینجا راسل نشون میده که نظام‌ها از اطاعت خوششون میاد، نه وجدان. تا وقتی که اطاعت کنی شهروند عادی و متعادل هستی، ولی وقتی که وجدان میاد وسط، اون وقتی که میشی شهروند نامتعادل. اصلا راسل میگه این فاجعه، این تحریف افکار عمومی اینجوری کار میکنه. اول قدرت میاد تصمیم میگیره، بعد رسانه میاد اونو عادی میکنه، بعد قانون میاد براش چارچوب درست میکنه و بعد به خورد مردم میدن و مردم به اون عادت میکنن کم کم و در آخر هر کس که به اون اعتراض کنه میشه دیوانه، میشه نامتعادل و اینجاست که معیار عقلانیت ساخته میشه در واقع. پس مقاله فقط درباره قانون و بشریت نیست، درباره ماشین مشروعیت سازی هم صحبت میکنه. و حالا سوال اصلی اینه، اگر که قانون و انسانیت از هم جدا شدن باید چی کار کرد؟ راسل اینجا جواب ساده نمیده، میاد یه راهکار میده: نافرمانی و یا سرپیچی مدنی. حالا این نافرمانی مدنی یا سرپیچی مدنی یعنی چی؟ برگردیم به مثال خلبان. اونجا فکر کنید که اون روز این خلبان از عمد اطلاعات اشتباه مخابره میکرد. مثلا میگفت که جو خوب نیست، هوا خوب نیست. شاید هیچ وقت فاجعه هیروشیما اتفاق نمیافتاد. خیلی نافرمانی‌های مدنی متفاوتی داریم برای اینکه بخوایم یک کاری رو انجام ندیم، برای اینکه بخوایم مبارزه کنیم. مثلا این سرباز، این خلبان میتونست غیبت کنه، میتونست عنوان کنه یا تظاهر کنه به اینکه درست دستور رو متوجه نشده، میتونست از عمد کمکاری کنه. توی ویدئوی کتاب از دیکتاتوری به دموکراسی اونجا گفتم که تقریباً 200 مدل، 280 تا 200 مدل نافرمانی مدنی اونجا اون نویسنده نام برده. خیلی 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 کارها میشه کرد برای اینکه نافرمانی مدنی انجام داد. و حالا اصلا راسل چرا میره سراغ نافرمانی مدنی؟ اینجا مقاله خیلی مهم میشه به خاطر اینکه راسل از دو نوع سرپیچی حرف میزنه و روشن میکنه که منظورش فقط اون امتناع شخصیه، این که بفهمه که اوکی این اخلاقی نیست. راسل میره سراغ سرپیچی که هدفش تغییر قانون و سیاست‌های ملی اشتباهه. اون میگه این شکل از سرپیچی خودش یک ابزار اکت مدنیه، خودش یک نوع ابزار تبلیغ سیاسیه و اونجاست که اگر هر فرد این کار رو انجام بده دیگه از کنش اخلاق فردی عبور میکنه و میرسه به یک کنش جمعی. و میگه اگر حکومت‌ها سیاستی رو دنبال میکنن که ادامه زندگی بشر تهدید میشه، این مخالفت دیگه نباید در سطح احساس بمونه،
اینکه وای ناراحتم از اینکه این قانون هست و اینا، باید به اکت سیاسی تبدیل بشه. میگه اگر همه کسانی که با سیاست‌های حکومت مخالفن در تظاهرات وسیع سرپیچی از قانون شرکت کنن، اونجایی که در واقع جنون حکومت عقیم میشه. پس مقاله از یک طرف در مورد مسئولیت اخلاقی فردیه و از طرف دیگه در مورد ترجمه وجدان به عمل سیاسی. یعنی وجدان اگر که در حد حس فردی، حس درونی بمونه، هیچ قدرتی نداره، ولی اگر به کنش جمعی تبدیل بشه، حتی سیاست‌های کلان رو میتونه تغییر بده. در نهایت حرف راسل اینه که هیچ قانونی نباید جای قضاوت انسانی رو بگیره، چون تاریخ نشون داده که بزرگترین فجایع زمانی اتفاق افتادن که آدم‌ها خودشون رو مسئول نمیدونستن، چون فقط فکر میکردن که من فقط داشتم وظیفه‌مو انجام میدادم، من فقط داشتم به قانون عمل میکردم. و سوال آخر من از شما اینه: فکر میکنید آدم‌ها بیشتر از چی میترسن؟ از اشتباه کردن یا از طرد شدن وقتی که دارن از انسانیت دفاع میکنن جلوی یک عده بزرگی از آدم‌ها که دارن اشتباه میکنن و به قانون اشتباه بله میگن؟ ممنون 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 که وقت ارزشمندت رو گذاشتی و این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. اگر تا الان سابسکرایب نکردی خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنی. جواب سوال رو توی کامنت ها برام بنویس تا بتونیم با هم گفتگویی رو شکل بدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و به دوستات معرفی کن تا من با لایک و کامنتاتون انرژی بگیرم و با یک ویدیو دیگه برگردم اینجا. تا کتابی دیگه و حرفی دیگه، خداحافظ.